نرم و صورتی. خیلی خوشگلم پفت کرد. داغ نونپزی مونه که همراه با خودش چقدر واقعا این دستگاه کار آدم رو راحت میکنن. نشستیم غیبت کردیم، حرفم زدیم، دستگاه هم برامون نونمون رو آماده کرد برای صبحونه، راحت بدون دردسر. سالم و گرم. ماشین نونپزیه هست که همراه با خودش یه دونه رسای بوک داره که به همه زبونا هست و انواع نونا، از نونای دستورات گلوتن فری حتی نون خمیر ترش، 2 نوع کیک، نون هول میل یعنی نون تامبوردای و انواع دستورا رو داره و باید طبق همین دستورا عمل کنیم. یعنی آره یک قاشق این روغن قاشق غذا خونی که من بسم الله یادتون نره. بسم الله. و علک شدن رو نداشت. نه خود خوشگلمون خیلی آره. جذابه. جات این رنگی شده. آره روش نوشته بود با هویج قرمز آلبالو چوغان. آره میشه. نکتهش اینه که یواش آردو باز میکنیم، میریزیم وسط آردمون خمیر مایه رو و دیگه سعی میکنیم خیلی آروم ظرف و حرکت بدیم و بذاریم اونجا رو میذاریم داخل تا این بخواین. آره که نونمون مثلا برای فردا صبح ساعت 8 آماده بشه. بله استارت اون داره استراحتش چه خوش رنگ شد. خیلی خوشگلم پفت کرد. خیلی نونمون راحت و آسون بدون ورزادن و خسته شدن و نمیدونم استراحت دادن، یه نون نرم صورتی گرم.